نشانهاش به این صورته. اولا این گونه افراد وقتی مریض یا کسی که مشکل داره پیششون رفت، سوال میکنن مثلا اسمت چیه، اسم مادرت چیه. طرف اگر میخواد با آیات قرآنی معالجه بکنه، حالا چه نیاز داره که اسم طرف بدونه، اسم مادرش بدونه؟ اگر سوال کرد که اسمت چیه، اسم مادرت چیه، قطعا ارتباط با جن داره. به هیچ عنوان درست نیست پیش همچه فردی برید. یه وقتی بعضی از همین افراد درخواست میکنن که با چیزایی که در رابطه با خود شخص مریضه، از لباس، نمیدونم مو، یا هر چیزی، حالا لباس هر چی باشه، کلاه باشه، روسری باشه، دستمال باشه، پیراهن باشه، هر چی، میگن یک قطعه از اون چیزی که بر تنش بوده یا ملافش مثلا یا موی بدنش رو بیارید، من میخوام علاجش میکنم. این نشانه اینه که این طرف، این معالج، ارتباط با جن داره. یکی از نشانه ها درخواست ذبح حیوان. وقتی به طرف مراجعه کرد میگه بله حیوان با این اوصاف بایستی بکشی، ذبح بکنید، حالا گاو باشه، گوسفند باشه، مرغ باشه، خروس باشه، هر چی باشه، و گوشت این حیوان رو بایستی ببرید اونجا بندازید، حالا تو صحرا باشه، تو دریا باشه، تو خشکی باشه، هر کجا باشه. اینا نشانه اینه که اینا مثلا با خود جن در ارتباطن. یا اینکه نمیدونم با خون اون حیوانی که ذبح کردید بدن مریضت رو آغشته بکن، این نشانه اینه که ارتباط با جن داره. نوشتن برخی طلسم ها به این صورته که عبارت های نامفهوم، کلمات نامفهوم، اسامی عجیب و غریب بر برگه می نویسن، جدول می کشن. مریض مثلا در برخی موارد، ما نمیگیم که همه اینا یک جا جمع میشه، احتمال داره یکی دوتا باشه کافیه، مشخص میشه. به مریض توصیه میکنی یا به اون شخص که مثلا یه مدت معینی خودتو در اتاقی محبوس بکن، بیرون نیا، بهش همونجا غذا ببرید، آفتاب اونو نبینه. این نشانه اینه که با جن ارتباط داره. یه وقتی از مریض طلب میکنه که تا مدتی اصلا دست به آب نزنه، نه وضو بگیره، نه غسل بزنه، نه بدنشو بشویه، نه لباسشو تعویض بکنه، به همین صورت نه از بوی خوش استفاده بکنه. این در یکی از نشانه هاست که ارتباط با جن هست. یا اینکه برگه ای رو بهش میده، میگین برگه رو بسوزون و بخورش بکن که دود اون به بدنت بره، لباست، زیر لباستو بگذار که دود این برگه‌ای که بهت دادم وقتی میسوزه برسه به بدنت، به لباست، حالت بخور باشه. این نشانه اینه که ارتباط با جن داره. احیانا تا به اون فرد مراجعه میکنید برای اینکه جذب بکنه. چند وقت قبل بود یه جوونی اومد، رفته بود مراجعه کرده بود به همین بنده خداها که نمیدونم حالا کتاب دارن یا به نام ملاان، میگفت که تا من رفتم پیشش فوراً اسمم رو به من گفت، در حالی که اون بنده خدا از منطقه دیگه بود، طرف که به قول معروف حالا معالج و درمان کننده بود از یه منطقه دیگه، برای اولین بار بود هم دیگه رو میدیدیم، فوراً اسممو گفت تو با فلانی ازدواج کردید، فلان مشکل داری. من تعجب کردم، شیفته شدم، گفتم واقعا دیگه خدا بهش داده. همچی کارا رو انجام میدن از طریق جن تا طرف رو تحریک بکنه. بله او علم غیب میدونه که کافرش هم بکنه، صفت خدا رو به غیر خدا نسبت بده. یه وقتی این کارا رو میکنن. اگر این کارو کرد تو یه وقتی افراد میان فوراً اسم تو میگه، چند تا بچه دارید، فلان مشکل دارید، بچه‌ت فلان مشکل داره.